قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل بگو ای پیامبر تحاجوننا، آیا شما بحث گفتمان میکنین با امرای ما فی الله درباره دین الله، وحدانیت الله، و هو ربنا و ربکم، در حالی که الله رب ما، معبود ما، خالق ماست، و ربکم خالق و معبود شماست، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، از برای ما ثواب اعمال ماست، از برای شما جزای اعمالتان است، و نحن له مخلصون، و ما له از برای الله خاص از برای الله مخلصون، اخلاص کننده هستیم، اطاعت کننده به صورت اخلاص مندانه عبادت میکنیم. که الله میگه که قل اتحاجوننا، پیامبر خطاب میکنه، ولی پیامبر خود تنها نیست، صحابه کتی بگو شما کتی ما بحث میکنین. نمیگه قل اتحاجوننی و نحن، نمیگه و انا من المخلصین و انا له مخلصون، نه مخلصون جمع صحابه، کل صحابه و المسلمان را شامله، هر مومنی که به منهج صحابه است. اونا بحث میکردن درباره وحدانیت الله و دین الله بی جای. الله میگه قل بگو ای پیامبر برای کافرها کتابی و غیرش، اتحاجوننا فی الله، تحاجون یعنی حجت پیش کردن، دلیل. آیا شما مجادله و گفتمان میکنین به امرای ما فی الله درباره شان الله، یعنی دین الله، وحدانیت الله، صفات الله، شما بحث میکنین ناحق. به این گمان هستین که شما میگین که ما فرزندای الله و دوستای الله هستیم، یهودی ها رو میگن، و این فکر میکنین که انبیا از شما آمده از غیرش نامدگیست، به می فکر هستین. شما اینطور فکر میکنین درباره دین الله که ما بحث میکنین که صحیح نیست، درباره وحدانیت الله یعنی عبادت الله با عقیده توحید، به صورت توحید. و هو ربنا، در حالی که الله که است رب ما است، رب ما یعنی معبود ماست، خالق ماست، و ربکم رب شما ما یعنی رب کل مخلوقات، ما بندیش هستیم. الله رب است، رب خالق است، مالک، متصرف، رازق است، معبود بر حق است، فرمان روا، امر و نهی میکنه. الله رب ماست، رب این معناست. رب شما هم است، یعنی شما چرا سرکشی میکنید؟ خالق شما، رازق شما، معبودتان است. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، آیا قبول ندارین از برای ما جزای اعمال خود ماست، اگر بد باشه خوب، از برای شما جزای اعمال خودتان است. یعنی یکی گناه دیگر را حمل کردن نمیتونه، یکی گناه دیگر را حمل کردن، یا معنیش است که ما فعلا که شما کار نداریم، هر وقت که حکم الله بیاد میفهمیم. یعنی اگر کسی میگه که ما قبول ندارم، بگو خیلی تو تا جزای عمل خودم میبینیم از خودم. و نحن له مخلصون، و ما خاص از برای الله اخلاص کننده هستیم، دین و عمل از برای الله، یعنی فقط به خاطر الله عبادت میکنیم، از شرک دور هستیم، ریا نمیکنیم، به خاطر مردم عمل نمیکنیم. اخلاص که ایره میگه که به خاطر مردم نباشه، شرک اکبر و اصغر ده او نباشه، نه شرک کلان باشه که عبادت غیر الله، و نه خرد باشه دیگه، مطابق سنت باشه. اگر کسی صدقه میکنه به خاطر مردم، پیش الله ارزش نداره. اگر نماز میخونه به خاطر مردم، پیش الله ارزش. اگر قرآن میخونه به خاطر که مردم مرا خوب بگویه، قاری بگویه، مولوی صاحب بگویه، پیش الله ارزش نداره. اگر دعوت میکنه که باش مردم مرا دایی بگویه، پیش الله مردم. از مخلصون امی فهمیده میشه که انما الاعمال بالنیات، نیتت، اعمال با نیت است، نیتت صحیح باشه. و انما لکل امرئ ما نوی، برای هر کسان داده میشه که نیت کرده. نیت ما از قرآن چیست؟ ما چرا میال ما شما قرآن میخوانیم که خود ما عمل کنیم؟ عمل رضایت الله را به دست بیاریم، نعمت و ثواب به دست بیاریم، جنت به دست بیاریم، از آتش دور شویم و عمل کنیم در دنیا خوشبخت شویم، زندگی ما راحت باشه. زیرا واقعا به دین اسلام عمل کردن ای تو راحت می باش. در دین اسلام دروغ نیست، دروغ کسی نگوید، نه بشنوی، راحت. خیانت نیست، کسی خیانت نکند، راحت است، یعنی راحت است. سرقت نیست، کسی مال تا نگیرد، چقدر. آبرو عزت ریختاندن نیست، کسی آبرو عزت تا دست ندن، راحت است، یعنی. قتل نیست ناحق،
کسی تو را در جانت سوی قصد نکنه، قتل و قتال نباشه، دزد نباشه، اختطافگر نباشه، امن می باشه، چقدر امنیته، خوش می باشه، امن می باشه، جانت به امن می باشه، هر جای میتونی سفر بکنی، رشوت نباشه، کارت بند نشده اداره، چقدر خوش می باشه، سود نباشه، چقدر خوش هستی، مردم قرض حسنه میته، عروسیت شد یک مشکل پیدا شد می یه ضربت 50,000 میته ای لگو می خلاص، سود که دوام میکنه. نه زنا و فحشا نباشه، او ناموست به هم است، نکاح مطابق اسلام هم توی که آسان است، آسان باشه، کل جوانا صاحب خانم میشه، کل دخترها صاحب شوهر میشه، کل بچه صاحب زن میشه، دیگه زنا و فحشا باقی میمونه. آرام خانواده، آرام، خانم از شوهر اطاعت بکنه، شوهر خانم بشناسه، امنیت خانوادگی، بیرون فساد نباشه، امنیت جامعه، در سیاست مدار ظالم نباشه، امنیت حکومت سیاسی، در زندگی اقتصادی زکات و تعاون و همکاری باشه. اسلام میره میگه خوشبخت می باشی یا نه، اینه بگو دیگه. پس امنیت و رفاه در نظام اسلام یکم چیز به توضیح ضرورت داره، مجبور بگویم یکم دفعه، وقتم میگیره بسیار توضیح. اگر کسی مسلمانان خودشان خود بدبخت کردن، اسلام ماندن، قرآن ماندن، این قانون ماندن، این نظام ماندن، بهترین نوع زندگی در نظم و نظام قانون اسلام، در تطبیق این نظام است. اگر ما و شما مسلمان ها همین توی یک حکومتی که عدالت کنه، افرادش اطاعت کنه، مطابق نظام الله زندگی کنه، تو امنیت خوش می باشیم. دنیای ما بهترین دنیا است، دنیای ما جنت جور میشه. و قانون الله است با زمان یک قوم، یک اجتماع از الله اطاعت کنه، نعمتهای آسمانی میاد. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. این تو یک دنیا امیال میتونیم که ما امیال در ولایت ها سفر کردن نمیتونیم از جنگ منگ نیست، هر سایه دنیا امن میتونیم بریم، در پیاده برو، شب بگرد، روز بگرد، کسی کار نداره، اسلام تطبیق باشه. در سر بایسکل برو، یعنی من دلم میخواه که حج بیت الله بر عمره سر بایسکل برو، میذاره ورزش ما میشه، صحتمند میباشه، تو خوب سیاحت ما میشه، عبادت ما ذکر کرده و عبادت لبیک اللهم لبیک، قرار سر بایسکل یک جای دلم شد تو نان هر جای دکان تا میشم نان باز میرم، کسی چی کار دارم مرد نمیگیره. اسلام هم تو مرز نمیشناسه، در اسلام در بین مسلمان مرز حرام است، مرز ماندن نیست، آزاد برام پس آزاد به هیچ حاجت $1,000 و چی نیست، نه با 5,000 افغانی فقط خوراک تا میشه، جمله تا بکن پس بیا، هر وقت مردم در سر بایسکل برو پس بیا، این تو اسلام است. ولی ما و شما از اسلام چی کردیم؟ روی گردانیدیم، عملی نمی کنیم. اینجاست که ذلیل هستیم، خب اینجاست که در مصیبت هستیم، اینجاست که در تباهی هستیم. جوانا را ببینی در بدر میاد مصیبت ها. و نحن له مخلصون، ما خاص برای الله اخلاص کننده هستیم، یعنی عبادت به صورت خالص بخاطر الله. هم تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا و نصارا قل انتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. آیا میگوین شما میگوین ای یهودیا ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام و الاسباط نواسی ازو اولادش کانوا هودن و نصارا بودن، یهودی یا نصرانی. ای تو میگن قل بگوی پیامبر انتم اعلم ام الله، شما خوب میفهمین یا الله میفهمه که یهود نصارا نبودن، یا نه یهود بودن نصارا مسلمان بودن. و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله، کیست کلان ظالم از او کسایی که پنهان میکنن گواهی را که پیش است از الله، گواهی شاهدی را پنهان میکنن، حق بیان حق پنهان میکنن.
و ما الله بغافل عما تعملون، نیست الله بخبر از او اعمالی که شما انجام میتین، شما یهود نصارا و هر انسان. الله جزایتان میده، سزایتان میده، بیخبر نیست. اینجا رد است به ادعای یهود نصارا. یهودی ها میگفت این بیدین همیالی هم میگن ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و نواسی از انبیا کلش یهودی بودن. همیالی هم میگن اون وقت 14 قرن پیش یهودی ها میگفت ابراهیم یهودی بود. ابراهیم چی بود؟ اسماعیل یهودی بود، اسحاق یهودی بود. در حالی که یهودی یک معنای یهود هم میفهمه چیز؟ یهودا. این بچه یعقوب است. یهود کی است؟ یک فرزندش. کل قوم به نام یک نفر کردن یهود. بچه یعقوب. یعقوب فرزند کیست؟ اسحاق. پدر یعقوب اسحاق. و پدر اسحاق ابراهیم. پس یهودیت بعد از یعقوب پیدا شد. یعنی یهودا پیدا شد که قوم یهود با نسل یهودا رو یهود میگن. فهمیدین؟ اینال یک کسی که پسان پیدا شود و یک کسی دیگه پیش تیر شده باشه. ما گفته میتونم که انسانایی که پیش تیر شده در این حزبی که نو جور شده اینی در اینی حزب است. گفته میتونم. حتی در سورة آل عمران الله میگه، بیان میکنه، میگه یهود بیعقلا. شما میگه چطور ابراهیم میگن که یهودی و یهودیت خب پسان پیدا شد، تورات و انجیل خب پسان پیدا شد، نصرانیت خب بعد از عیسی علیه السلام پیدا شده. نصران جایست که عیسی تولد شده، خب یا مسیح بعد از عیسی، نه عیسی بعد از عیسوی که میگن، خب بعد از عیسی. حالا شما ابراهیم چطور میگن عیسوی بود؟ تو وقتی که ابراهیم بود عیسی هیچ وجود نداشت. وقتی که ابراهیم بود یهود هیچ وجود نداشت. قوم قبیله به نام یهود نبود. مثل که یک کسی بگوید ابوبکر حنفی بود. چی بود؟ حنفی بود. حنفی مذهب بود. عقل قبول کرده میتونه. وقتی که ابوبکر بود حنفیت این نبود. امام ابو حنیفه خواهید در 180 هجری پیدا شده. با در 150 وفات کرده. و مذهب حنفیت 400 سال بعد از اسلام پیدا شده. اگر کسی بگه که ابوبکر حنفی بود، عمر زنو حنفی بود، عثمان، علی در مذهب امام صاحب بودن، مذهبی بودن. چقدر ما میگیم بیعقل است. یا چی میگفتن؟ ابراهیم در مذهب ما بود، یهودی بود. اسماعیل یهودی بود. اسحاق یهودی بود. یعقوب در حالی که یعقوب پس پیش تیر شده. مثلا شما سورة آل عمران سعی کنین، این ما یک آیت براتون دور بتون سعی کنین سورة آل عمران تیز دیگه دور بتین ورقه. در سورة آل عمران الله تقبیح میکنه اینا را، میگه شما چقدر احمقا هستین. آیت 65 سر ابراهیم یا دعوا داشتن که یهودی بود، در مذهب ما بود، در دین ما بود. خب در آیت 65 سورة آل عمران سپاره 3 الله چی میگه؟ یا اهل الکتاب، ای اهل کتاب یهود نصارا بدبخت، لما تحاجون، چرا بحث میکنین، گفتمان میکنین، جنجال میکنین فی ابراهیم، درباره ابراهیم که میگن یهودی است. یهودی ها میگن یهودی، نصرانی ها میگن نه نصرانی. و ما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، تورات و انجیل نازل نشده مگر بعد از این. یعنی یهودیان نصرانیت بعد تورات انجیل پیدا شد. این خوب وقت دیر شده. تباری از چرا چند افلا تعقلون، عقل نداره. یک مردم انسان سابقه را در دین خود داخل میکنه. پیش 2000 سال پیش دیر شد. آدم 2000 سال پیش یک حزبی که 2000 سال بعد جور شده، یک مذهب میگه دینی مذهب بود. یهودی ها میگفت ابراهیم یهودی بود. الله میگه عقل نداری، خوب وقت دیر شده. ها انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، شما کسایی هستید که بحث بکنید در آنچه که علم باشه. فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، چرا بحث میکنید در آنچه که شما علم ندارید؟ والله یعلم وانتم لا تعلمون. اینا باز میگم ما کان ابراهیم یهودیا، اینا
ابراهیم یهودی نبود ولا نصرانیا، نصرانی نبود، ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی ابراهیم مسلمان بود، با عقیده توحید استوار بود. و ما کان من المشرکین، مشرک نبود. گفتیم مثالش همیست که اونا یهودا میگفتن که ابراهیم یهودی، در مذهب ما، در دین ما بود. دین ما قویست که این ابراهیم در دین بود، این اسماعیل بود، اسحاق بود. نه عیسوی ها میگفتن که نه، در دین ما بود، عیسوی بود. عیسوی ها میگفتن ابراهیم عیسوی بود. مثالش گفتیم همیست که بگویم ابوبکر، حنفی ها میگن ابوبکر حنفی بود، ابوبکر، عمر حنفی بود، عثمان و علی حنفی بودن، حسن حسین در مذهب امام صاحب بودن. عبدالله بن مسعود او بدبخت و ظالم و خب وقت شد. حتی یکم جاهلا داریم میگه محمد ابن عبدالله رسول الله خاتم النبیین در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود، در مذهب امام صاحب. بسیار امام صاحب دوست داد. او ظالم او بدبخت، چی جهالت است. این مرض در یهود بود، عالی مرض در این مسلمان هم چی کردن؟ والا یمیت مسلمان فعلا است، بگوی محمد رسول الله در کدام مذهب بود؟ میگه حنفی بود. شافعی ها را که بگوی میگه شافعی بود، مالکی ها را بگوی میگه مالکی بود، جعفری ها را که بگوی میگه جعفری بود، شیعه بود شیعه میگه. و حنبلی ها را که بگوی میگه بعض جایل داره حنبلی بود، حنبلی بود. الله می فرماید ایجا ای احمقا ای جاهلا هم تقولون، آیا شما میگوین میگه پس شرمتان نمیاد؟ یک قدر حیا ندارین؟ میگوین یعنی ادعا میکنین ای اهل کتاب یهود نصارا، ان ابراهیم، که بدون شک ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب و الاسباط نواسای یعقوب علیه السلام، کانوا هودن، یا یهودی بودن. یهودی ها میگفت یهودی بود کلش. نصرانی ها میگفت او نصارا، یعنی این ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، اسباط کانوا نصارا بودن. اینطور میگن. ای بدبختا شرمتان نمیاد؟ حمزه بر استفهام انکار. نباید لیکاپا بگوین قل اانتم اعلم ام الله، شما خوب میشناسین اینا را، میفهمین در حالت یا الله؟ شما اینا را خوب میشناسین یا الله؟ الله خوب میشناسه که یا نه یهودی بود نه نصرانی. این دینا را شما پسند بدعت کردین، جور کردین. واقعا این یک بدعت است، یهودیت، نصرانیت. قل انتم اعلم ام الله، آیا شما عالم هستین به دیانت از اینا که در کدام دین بودن یا الله؟ و الله شاهدی میته که یا چی بودن؟ مسلمان بودن. ما کان ابراهیم و یهودیان ولا نصرانیان و در آیات های دیگه دیدین که یعقوب چی گفت؟ هم کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون. و گفتن ما مسلمان هست. الله میفهمه که اینا در اسلام بودن و از یهودیت و نصرانیت بیزار بودن. ما کان ابراهیم و یهودیت. چه قسم شما ادعا میکنین که در دین شما بود؟ و میگفتن دین ما قوی شد. مثل که یکم صوفیا را میگن نه این طریقه چی است؟ نقشبندی. این کجاست؟ این از خود رسول الله صلی الله علیه و رسول الله صلی الله علیه و میگه نقشبندی بود. چشتیه شب بگوی این چیست؟ خواجه را بگوی چیست خواجه؟ این ابوبکر میگه خواجه بود، خواجه ابوبکر. فهمیدی؟ ما خواجه صاحب هستیم. همین طریقه و دین ما ابوبکر از اوجا آمده. این به خاطر هم با حقانی نشان دادن مذهب باطل و طریقه باطل خدا اینا میبرن در دنبه یا در جان یک انسان پاک بستش میکنن تا که چی شوند؟ مردم قبولش کنن. نه؟ مثل کمیال سیاسیون بعضی کسا سابق تیر شده در بین مردم شهرت داشته. نه؟ وقتی که کاندید میکنه خدا عکس اونم آدم در چیز خود میزنه. نه عکس خود فلان یک عکس عامر صاحب مسعود نه قهرمان ملی را زده. تو چیستی؟ ما اینه میستم میگم اینه ما و یکی هستیم. این دمی فکر ما و دمی مذهب ما بود میگم. پکولم سر میکنه یک بغلم میمانیش. ما مسعود هستم میگم.
و دیگه شب ببینی که خدا یک عکس دیگر را زدنه به خاطر که مردم به خود جذب کنه. خلاص به می دین باطل خود، فکر باطل خود از مردم از این شخصیت ها چی کنه؟ سوء استفاده. یا از این شخصیت ها سوء استفاده میکنه. یهودی ها میگفتن دین ما قوی است که ابراهیم ده دین ما. چی میگی تو؟ خواه ابراهیم ده دین شما بود ها؟ مثل که حالی اگر حنفی میگه حنفیت قوی است که ابوبکر حنفی بود. ای تو خود گپ نیست که مذهب نو بوده باشه. این قدر الله میگه هدف ما است که گپ بفهمین. خب این آیت دیت یک قسم است که میخوایم قواعد میتونم دیگه هدف ندارم که میایت خب بفهمید و هدفی گپ بفهمید و این مرض یهود بفهمید و این مرض این ملت هم انتقال کرده این را بفهمید و دیگه اصل هدف چیست که بفهمیم ما شما دور شویم. توبه استغفرالله، توبه. این کارا رو نکنیم، این کارهای بد نکنیم. ما تابعدار واقعی ابراهیم شویم، تابعدار واقعی اسماعیل، اسحاق، یعقوب و خاتم النبیین. زیر انبیا کلش عقیده شرکی، عقیده توحید و به اسلام پابندی مسلمان. نه نهایت هدف اینمیست. قل انتم اعلم ام الله. اونا خو از یهودیت یا بیزار بودن. حال الله میفرماید و من اظلم ممن کتم شهادتا. کیست کلان ظالمتر از او کسی که شهادت پنهان میکنه؟ شاهدی که پیش ازی است پنهانش میکنه از الله. و من اظلموش کیست کلان ظالمتر در کاتمین، در پنهان کننده کسی که شاهدی حق پنهان میکنه. خصوصا حق بخش عقیده باشه. از این که در کلان کافر میشه انسان. یهود چی میکردن؟ صفات اینجا هدفش چیست؟ صفات خاتم النبیین در تورات انجیل بود که پیامبر بر حق است، یا او را پنهان میکردن. میفتن نه مثلا میگفت چشمای سیاه رویش بسیار وسیع است، چهره زیبا داره. میفتن نه پیامبر آخری که است در تورات نوشته است چشمایش سبز است، رنگش زرد است، مویایش زرد است، قدش بسیار بلنده. این میستایلش میکنه. این تو از پیش خود تغییرات میدن. باز که برشان میگفتی که تو صفت ها خواهد هست. نه نیستم. یعنی بود در تورات، در انجیل بود پنهان. این را علمای شد، علمای ظالم، علمای یهود بدترین انسان های روی زمین بود در وقتش. حال علمای سوء ما داریم که بدترین همون یک مسلمان عادی از او کده بدتر است، به ضد اسلام کار میکنه. و من اظلم ممن کتم. نیست هیچ کسی ظالمتر از او کسی کتم، یعنی اخفا پنهان میکنه. چی را؟ شهادتا عنده من الله. شهادتی که پیش ازیست و از جانب الله برش آمدگی، یعنی آیات تورات، انجیل، بشارت رسول الله صلی الله علیه و آله پنهان میکنه. انبیاء کرام در اسلام بودن، این را پنهان میکنه. که انبیاء مسلمان بودن، دینشان این را پنهان میگن یهودی بود. اینطور میگن. و من الله بغافل عما تعملون. نیست الله به خبر از او اعمالی که انجام میتین. خطاب باره نیست الله به خبر به اعمال شما، یعنی الله جزایتان میته. دی وعید است. توبه بکنین، از عقیده باطلتان بازگشت کنین، فریب نتین مردم. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. حال الله باز تکرار میکند. تلک اینمی جماعت انبیاء امتون یک امتی بود قد خلت یقینا تیر شد لها ما کسبت. برای جماعت انبیاء ما جزای اعمال امروز کسبت کسب کرده. هر کس عمل. ولکم ما کسبتم. از برای شما سزای و اعمالی که کسب کردین. ولا تسالون عما کانوا یعملون. سوال نمیشین شما یهودیا از او اعمالی که اونا کردن. این آیت مستضمن تهدید و تخویف است. یه امتی بود تیر شد انبیا، فضل داشتن، برتری داشتن. لها ما کسبت، و هم جزای عمل خدا نمیبینن، ثواب اینا. شما هم جزای عمل بدتان نمیبینید. هر کس کسبش. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. ولا تسالون عما کنتم تعملون. سوال نمیشین شما عما کانوا یعملون، از اعمال اونا. خوب بود بد بود از شما سوال نمیشه. شما از عمل خودتان سوال میشه، از عمل دیگرانی. شما خود اصلاح کنید. شما به عمل انبیا که اون پدرای شما هم تیر شده، پدر نبی بوده باشه،
تو با عمل از اون نجات نمیافتی که ایمان نداشته باشی، عمل نداشته باشی. تو خود اصلاح کن. هدفی است که اونا تیر شدن. پس در اینجا الله متعال نهایت اینا را توبیخ کرد که خود اصلاح کنین و بدبختا. دیگه الله با ما شما توفیق عمل نصیب کنه. عبدالله ابن عباس در این باره میگه نصارا میگه کان اذا ولد لاحد ولد، میگه یک اولاد که پیدا میشه در خانهشان فاتا علیه 7 ایام، 7 روز که تیر میشد، ما شما هم که 7 روز تیر شد حقیقه میکنیم، نه سنت هست. بعضی حقیقه را هم نمیفهمه. اون روز یک جای رفتم گفتم حقیقه را میفهمی چی؟ گفت نه والا تا اول نشنیدیم. گفتم اولاد در خانه پیدا شده؟ گفت زیاد. چی کردی؟ گفت شب 6 گرفته. شب 6. ای بدبخت ظالم. عقیده روز 7 میگن، در روز 7 یک گوسفند ذبح کن. حق ذبح را میگه. خب شات مذبوح، شاتی که ذبح شد میره میگه. در بچه 2 دانه، در دختر 1 تا گفته میره میگه حالا ما هیچ نشنیدیم. میگه 7 روز که سرشان تیر میشد، عبدالله ابن عباس میگه صبغوه فی ماء لهم، رنگش میکنن در یک آبی که بود، بعض برای از یقال له المعمودی، و آب معمودی میفتن، حال غسل تعمید، غسل دا آب زرد تایش میکردن. خب لیطهروه بذالک، تا که پاکش کنن. بایی بازو میگه فی از هر گناه پاک شد دیگه کتیا. و یقولون میفتن هذا طهور مکان الختان، این پاک کننده است در جای ختنه. اگر این در اسلام است که ختنه بکنی، سنتش کنی، سنت نمیکنه. فاذا فعلوا ذلك صار نصرانیا حقا، وقتی که کار میکنی نصرانی بر حق میشد، بر حق نصارا میشد. الله یه آیت نازل کرد که صبغت الله، ما صبغنا، ما برنگ دین الله خود رنگ کردیم که اسلام. این دیگه رنگی چی؟ رنگ ظاهری. این رنگ ما را چهره ما را هر قدر زرد کنیم تا که عقیده نباشه، صحیح عمل صحیح نیست. و من احسن من الله صبغه و نحن له عابدون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آیت 142 سورة بقره. در این آیت الله متعال یک پیشگویی میکند، خبر میده و یک مقدمه است بر تحویل قبله. تحویل قبله یعنی گردانیدن قبله مسلمان ها از قبله سابقشان به قبله نو که الله حکم کرد که کعبه بود، از او خبر میده. پیشگویی اول هنوز کار نشده بود. الله میگه بی اخلاق میگوین که چی سبب شد که مسلمان ها از قبلشان که دو بودن عبادت میکردن روی گردانیدن. الله جواب میده که اختیار پیش الله است، کسی را به یک طرف حکم میکنه یا که به این طرفی حکم الله است، دستورش است، حق داره، اختیار داره که یک حکم صادر بکنه. پس اصل مناسبتش با ما قبل است که یهود نصارا میگفتن که قبله انبیا بیت المقدس است. یهودی ها میگن، نصرانی ها. بیت المقدس یعنی مسجد الاقصی. فعلا ما شما میبینیم آنها قبضه یهود است. و رسول الله صلی در مکه که بود به طرف بیت المقدس نماز میخوان، یعنی قسمی میخوان که هم به طرف کعبه هم به طرف بیت المقدس. در سایه کعبه استاد میشد که روش به طرف بیت المقدس هم میره، کعبه خود 4 اطرافه. در سایه استاد میشد که روش به طرف بیت المقدس میره. این را ابن کثیر میگه. هر وقت که امر شد از جانب الله که روی تا به طرف کعبه بگردان، یهود انتقاد کردن و این را یک ذریعه جور کردن که انتقاد بکنن و اعتراض بکنن، طعن بگوین و عیب بیان کنن. گفتن که محمد شوقش پیدا کردگی است که به طرف مولدش یعنی جای تولدش نماز بخوانه و زود است که به طرف دین قوم خود بره، یعنی او کعبه مشرکین بود، قبله مشرکین بود و دین
اصلی بازگشت کنه. الله خبر میته به پیامبر که بیعقلا احمقای گپ میزنه و هیچی کدام دلیلی ندارن و این خبر تحویل قبله را الله میته که هنوز گپ نشده. میگه زود است که داینده بگن ما والله من قبلتی ملتی، یعنی یک خبر غیبی است و این یک معجزه است که یک گپ از پیش الله میگه باز پسان و متحقق میشه. اینجا الله خبر داد، هنوز انتقاد نکرده که در آینده سین دلالت با آینده میکنه، یقولون فعل مضارع دلالت با آینده میکنه. این در آینده بی اخلاق میگوین که چی گپ شد که مسلمان ها روی خدا به طرف بیت الله گردانیدن، یعنی کعبه. سبب نزول ازیام می است که برا میگوید که این آیت و آیت بعدیش که و ما جعلنا، میگه لما قدم رسول الله صلی المدینه، برای ابن عازب، حدیث بخاری است، صحیح حدیث. یعنی زمانی که رسول الله صلی الله علیه و آمد مدینه، یعنی از مکه به مدینه، رسول الله صلی الله علیه و 13 سال در مکه دعوت داد و زندگی کرد، زندگی دعوتی علیه کفر شرک مبارزه کرد 13 سال. بعد از او هجرت کرد با حکم الله. اونجا اسلام تطبیق نشد، نظام جامعه اسلامی جور نشد، مشرکین بسیار مصیبت ها و موانع را ایجاد کردن. هجرت کرد به مدینه آمد. در مدینه که رسید 16 ماه برای ابن عازب میگه یا 17 ماه به طرف بیت المقدس نماز خواند. و در مدینه نمیشد که هم به طرف بیت الله بخوانه هم به طرف بیت المقدس. در مکه که بود جای استاد میشد که هم به طرف کعبه هم به طرف بیت المقدس. در مدینه که آمد حکم شد که فقط به طرف بیت المقدس، زیرا شمال و جنوب است، یعنی به طرف جنوب دیگر روش بود این طرف. و کان رسول الله صلی الله علیه و یحب ان یتوجه نحو الکعبه. برا میگه رسول الله صلی الله علیه و بود شوق داشت که روی خود را به طرف کعبه بگردانه، یعنی قبلش کعبه شود. الله یا تنازل کرد قد نرى تقلب وجهك فی السماء، بدون شک ما میبینیم تقلب وجهك، بار بار گردانیدن روی تا به طرف آسمان. و مثلا بالا رو سعی میکرد که وحی بیاد روش تغییر بخوره. با صفحا و بی اخلاق گفتن یهودیا ما والله من قبلتی و ملتی کانوا علیها، چی سبب شد که یا از قبلشان گشتن، یعنی قبلش بیت المقدس 17 ماه، چرا به طرف کعبه رفت؟ الله خبر میده قل لله المشرق والمغرب. یعنی انتقاد یهودی بود که تو ثبات نداری، گاهی یک طرف یک روز با یک طرف میخوانی نماز، یک ماه 2 ماه بعد از او دیگر طرف میخوانی، یعنی تو در دینت متردد هستی. الله جواب میده که حکم الله است، منسوخ میکنه. قبلا به طرف بیت المقدس حکم کرده بود، دو بسیار حکمت ها و فواید بود که یهود مسلمان شود. بعد از او الله حکم کرد به طرف کعبه که روی تو طرف بگردن. حالا الله زمین خبر میده سیقول السفهاء، زود است که بگویند در آینده السفهاء بی اخلاق من الناس، از مردم، ما والله که چی سبب شده برای از اینا، ما یعنی کدام چیز والله گردانید هم این مسلمان ها را عن قبلتهم، از قبلشان، التي عن قبله کانوا که بودن این مسلمان ها علیها با او قبله روی خدا نمی گشتاندن، یعنی که چی است؟ بیت المقدس است یا بیت المقدس. قل بگو ای پیامبر لله المشرق والمغرب، خواهد در اختیار الله طرف شرق و غرب، شرق و غرب در اختیار الله. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکنه کسی را که بخواد به راه مستقیم. سیقولو، زود است که بگویند بی عقلا، یعنی در آینده میگویند. پس صفحا جمع، کلمه جمع است، جمع سفیه است، سفیه مفردش است. سفیه که را میگه جاهل، میگه ضعیف الرأی، کسی که رأیش نظرش ضعیف باشه، نافهم باشه. مثلا در یک مجلس شورا و مشوره میشه، هر کی گپ میزنه با سواد و فهمیده، یک بی سواد هم یک گپ میزنه، میگه ما مگه اجازه تام باشه، یک گپ میزنه که بخی هیچ چندان رأی نیست، نه خرابی میکنه. او را سفیه میگن، میگه خب برو بی عقل هستی، جاهل هستی، رأی ضعیف داره، یک گپ گفت. قلیل المعرفه، یعنی معرفتش کم است.
منافع را نمیفهمه، ضرر چیزی را نمیفهمه. اصل صفحه در لغت صفحه خفت و رقت میگه، یعنی نرمی سبکی. مثلا عرب ها میگن ثوب صفیح، ثوب لباس صفیح. لباس صفیح چی معنی؟ وقتی که همو چیزش باریک باشه، تکه باریک باشه، نازک باشه، پخته و یش، او را میگن ثوب صفیح. خفت سبک یعنی هم عقلش کم است، سبک است، خفیف است. والله با معنی صرف گردانیدن میگه. والله هم صرفهم. پس معنای تو میشه زود است که بگوید در آینده سفها بی اخلا جاهلا که هم یهود هستن و همین قسم مشرکین مکه و اینا، اونا هم میگفتن که چرا پیامبر او طرف نماز خوان بازی طرف آمد و هم انتقاد داشتن. ضعیف العقول من الناس، از انسان ها، از مردم یهودی و مشرکین. ما والله، ما بمانه ایوشین کدام چیز، والله صرف گردانید هم مسلمان ها را عن قبلتهم، از قبلشان، کانو علیها، علتیان قبله کانو که بودن مسلمان ها، علیها یعنی یصلون الیها، نماز میخواندن به طرف از اون. کو کدام است؟ بیت المقدس، قبله انبیای سابقه بود. قل بگوی پیامبر در جوابشان، یعنی ای را به صورت انتقاد بیان کردن، برشان بگو لله المشرق والمغرب، خاص در اختیار الله است همه اطراف، شرق و غرب، شرق غرب شمال جنوب کلش در اختیار الله. هر طرفی که روی خود ما بگردانیم امو قبله ماست، ولی الله حکم میکنه مثل که ما شما در قبلی خواندیم فینما تولوا فثم وجه الله، هر جایی که روی تان دار بتیم اونجا حکم ذات الله است، یعنی قبله است. پس اینجا هم مشرق و مغرب در اختیار الله، شمال جنوب حکم میکنه این طرف نماز بخوانین، این طرف دیگه شما انتقاد نکنین. الله فرمان روای مطلق است. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، هدایت میکند الله، توفیق میده کسی را که بخواد برای مستقیم، یعنی بندای مومنش توفیق میده که هر حکم الله بیاد انتقاد نمیکنه. کافر مشرک است انتقاد میکنه که چرا طور شد.